بوی خاک بارون خورده، بوی قهوه و بوی نون برای اغلب ماها خیلی خوشاینده. با توجه به اینکه بیشتر آدما بوهای یکسانی رو دوست دارن، آیا باید براش دنبال ژن بگردیم یا اینکه اتفاقیه؟ محققان میگن کار تکامله. چون نون کالری مورد نیاز بدن انسان نخستین رو تامین میکرده، به مرور ژن‌هایی در اجداد ما فعال شده که این بو رو دوست داشته باشن. انسان‌های گذشته فهمیده بودند باریدن بارون موجب رویش گیاهانی میشه که قوت اونا خواهد بود. در نتیجه ژن علاقه‌مندی به خاک بارون خورده کم کم ایجاد و در طول زمان به ما منتقل شد و به همین دلیل بوی نعنا، وانیل، مرکبات و چمن بریده شده رو هم دوست داریم. هر کدوم منفعتی برای بقای ما داشتن. در واقع انتخاب طبیعی هیچ کاری نداشته غیر از اینکه ما رو با بهترین شیوهی که میدونه در راستای بقا سازگار کنه.